بسم الله الرحمن الرحیم. خب سری فورکاست کار میکنیم. اگر شما متوجه بودین در ورکشاپ بر شما کار کردیم که اگر ما هیستوریکل دیتا داشته باشیم، صحیح، مثل که یک بیزنس است، فکر کنین که این فروشات جنوریش است، این فبروری تا دسامبر فروشات یک سالهش است، مگر این اکچوال سیلز است. صحیح است. ما میخوایم که با next quarter look to the date EGS مای آخری 2025 است و جنوری مای اولی 2026 است. فکر کنیم که this is the historical data, or you can say the actual data for the last 1 year. و شما میخواین که جنوری، فبروری، مارچ یه 3 ماه یا یک کوارتر فروشاتش تخمین کنین، یک پیشگویی کنین، یا شما میتونین که پروجکشن هم برش گفته میتونین. صحیح است. خب متوجه باشین چه قسم میشه. ما یک کالم جداگانه داریم به فورکاست. اینجا معمولا در یک کالم اکچوال سیلز است، در دیگه فورکاستد است. پس ما فورکاست از جنوری کار داریم که از جنوری پس باید فورکاست معلوم شود. ببین پیش از فورکاست یک چیز شما را نشان میدم. اول شما چی کنین؟ این دیتا را شما سلیکت کنین سیمپلی و بیاین در گراف ما را برای شما نشان میدم. سیمپلی این را کلیک کنین. ببین در این گرافش است، این سیل اکچوال گراف است. This is the actual data. EGS actual است، historical data. ما میخوایم که یک فورکاستش معلوم میکنیم. یک طریقه فورکاستی است که ما فورکاستد ولیو که معلوم میکنیم از مووینگ اوریج استفاده میکنیم. مووینگ اوریج است که ما هر 3 ماه سابق یا the last 3 months or 4 months ما اوسطش محاسبه میکنیم. فکر کنیم که ما فورکاست معلوم میکنیم از اینجاش که شروع در اپریل فورکاست که معلوم میکنیم ما امی 3 ماه اخیره میگیریم. اینجا که معلوم میکنیم یه 3 ماه اخیره میگیریم. صحیح است. So in this column میتونید که شما مساوی نوشته کنین، سیمپلی یک اوریج نوشته کنین، بریکت استارت کنین و این 3 ماه اخیره در نظر بگیرین، انتر کنین. صحیح شد. پس شما را درگ دراپ کنین. این قسم یک طریقه فورکاست است. ببین هر 3 ماه اخیر در نظر گرفته شده، هر 3 ماه اخیر. مگر امی میتود بسیار ریلایبل میتود نیست. ولی شما اگر بخواین که از یک گراف جور کنین، یه را هر 3 تا سلیکت کنین، انسرت کلیک کنین، بیاین با گراف و این گراف امی اولش کلیک کنین. ببین اینجا امی لاین که است the blue line, this line EGS اینجا معلوم است سیلز، این ریونیو است، اکچوال است. و این لاین که است این فورکاست است. ببینید قسم فورکاست شده معلوم شده. فورکاست معنی یک تخمین است. از امی ما آنورد تخمین است. ما گفتم این مووینگ اوریج میتد است، یک زیاد ریلایبل نیست. یک میتد دیگه است که ما وقتی که فورکاست معلوم میکنیم ما از یک فرموله است به نام فورکاست. از فورکاست ما استفاده میکنیم. ما خود فورکاست از این ما گرفتیم. شما میتونید که دقیقاً از اینجا که ضرورت است در جنوری ما فورکاست ضرورت داریم، شما فورکاست محاسبه کرده میتونید. چه قسم است؟ مساوی نوشته کنین، فورکاست سیمپلی نوشته کنین، پاس شروع کنین. بعد شما میخواین که x انتر کنین. x چی است؟ امو ما که دو ما فورکاست معلوم میکنیم و x ماست. اگر این ما باید چی شود؟ ثابت باید اینجا باشه. صحیح است. باز کاما انتر کنین. نونز وایز این ولیو که است، این ولیو هایی که معلوم است تا امروز هیستوریکل دیتا در این رنج بگیرید. نون وایز باز کاما نون اکس از جنوری شروع تا دسامبر نون اکس شده. بریکت انتر کنین. یک طریقه فورکاست شده. ببین یک طریقه شی است که ما فورکاست با این فرموله فورکاست معلوم میکنیم. این قسمت صحیح شد. حالا یک طریقه اتومات هم از فورکاست وجود داره و این است که شما امی دو کالمه، یک قسم یه دو کالمه یک قسم انتخاب کنین. صحیح شد. ما میخوایم که فورکاست رو معلوم کنیم. این دو کالمه مستقیما یک قسم انتخاب کنین
و بیاین insert ببخشین بیاین در دیتا ما اینجا فورکاست شیت داریم با این کلیک کنین مستقیما شما را میگن که تا دیسمبر 31 یہ actual value است از جنوری onward یہ forecasted value است مگر اینجا forecast فرموله استفاده شده صحیح شد اینجا میتونید که تاریخ هم انتخاب کنین این تاریخ چند است جنوری 31 ما میخوایم که جنوری 31 2026 forecast شروع شود از اینجا میتونید که انتخاب کنین که از جنوری 1 ببین جنوری ایچ از جنوری 31 است اینجا جنوری 31 ما میخوایم که فورکاستش معلوم میشه فقط همی سیما کرییت کنین صحیح شد ببین این محاسبه شده got it صحیح است ببین این فورکاست جنوری 31 این فورکاست چی است صحیح است ما فقط یک ماه برش گفتم نه جنوری 31 ये फोरकास्टिश است ये लोअर कॉन्फिडेंस वैल्यू است ये अपर कॉन्फिडेंस वैल्यू است صحیح است چی معنی ببین اینجا معلوم شده که در جنوری 31 this is the forecasted value above line که است ये upper confidence است و below line که است ये lower confidence است اگر شما میخواین که سه ماه فورکاستش معلوم ممکن فقط یک ماه باز میتونین که ببین ما میایم پس امی لاین است باز ما را انتخاب میکنیم باز میایم با فورکاست شیت صحیح است بخاطر که ما تا سه ماه میخوایم که معلوم کنیم ببین یا تا میخواین که فورکاست ان چند کدام ماه می باشه شما میتونین که فورکاست ان جنوری 31 فبروری 28 مارچ 31 و دو ماه دیگر تا مای چیه سالی؟ مای جولای تا جولای فرست هم میتونین که فورکاستش معلوم کنین اگر ما برش میگیم که نه مارچ 31 تا مارچ 31 چی کنین فورکاست با ما فقط سه ماه ضرورت داریم مارچ 31 ببین مارچ 31 ببین کرییت کنین آلی فورکاست ما با سه ماه شد ببین اینجا تیبل هم شما را داده از فورکاست ETS as January March 31st ये forecasted value है this is for December forecast as January 31st as ये same of forecast is मालूम शुद this is the forecasted value मगर this is the lower confidence means below line as or this is the upper confidence above line as ये above below line ये possible deviation as इम्कान दاشته باشه که همی average forecast value deviate شود با دو بالا و پایین بیاید یک طریقه فورکاست ای بوده حالا یک پیش ما یک چی است یک اینکم استیتمنت است ما میخوایم که بجټډ اینکم استیتمنت معلوم میکنیم بجټډ به این معنی که این سه ماه کوارتر امی کوارتر که است در این کوارتر ما اینکم استیتمنت تخمین میکنیم با اپریل مای جون based on historical data این historical data است یک بیزنس است که اگر شما یادتان است بیزنس کامپیوتر است که اینجا انکمش چی است سیلز است که اینجا کامپیوتر اکسسوری سافتور می فروشه کامپیوتر ریپیر سرویسش است آی تی سرویسش یه انکم است در جولای اگست سپتامبر اکتبر همگی تا جون موجود است صحیح است مگر همچنان یه مصارفش است این بیزنس میخواین که در اپریل می جون امی کوارتر فورکاست کنه تا که یک بجټډ اینکم استیتمنت جوړ کنه نظر به هیستوریکل دیتا بخاطر که موست آف د ټایم وقتی که ما بجٹ میکنیم یک فورکاست معلوم میکنیم صحیح است به طور اصلی با او خاطر ما این فورکاست چه قسم معلوم میکنیم for April May June and taking to consideration the last year or the historical data صحیح است بسیار آسان است ببین امو فرموله را اینجا استفاده میکنیم مساوی نوشته کنین بار نوشته کنین فورکاست قوس شروع کنین ولیو x چی است اینجا ولیو x ما ای ولیو تاریخی است مگر این تاریخ باید ثابت باشه F4 بزنین که در drag and drop چی شده تغییر نشود باز کاما نان ایرز ولیو چی است اینجا شروع ای ولیو نان ایرز است صحیح شد باز کاما non x ای ولیو نان x است سیمپلی صحیح شد مگر نان x ولیو هم باید ثابت باشه ما F4 زدیم F4 وقتی که F4 بزنیم ببینی ولیو چینج میشه $sign دا D $5 $O $5
دلار ساین. مگر اینجا F4 نزدیم ای باید تغییر بخوره، ای ولیو متغیر است، مگر این دو تا ولیو چی باید باشه؟ ثابت باشه. انتر کنین یک ولیو فورکاستش معلوم شده. حالی شما ایره که درگ اند دراپ کنین این قسم، ببین فورکاست هر ریونیو معلوم شده. ببین یه فورکاست سیل است، یه کامپیوتر ریپیر است، آی تی است، هر ریونیو فورکاستش معلوم شده. مگر ببین در یه ولیو فقط این متغیر است، یه دو تا ولیو ثابت است. صحیح شد؟ ببین اینجا یه ولیو متغیر است، یه دو تا ثابت است. به خاطر که اینجا دلار ساین چی کردیم؟ انکلود کردیم در یه دو تا ولیو. Only this is the April forecasted value for all these revenues. Now we compute the forecast value for May. مساوی نوشته کنیم فورکاست. ببین ما امو قسم فورکاست رو نوشته میکنیم، باز x میخوای، x ولیو اینجا متغیر است، ثابت است. F4 بزنین، باز نان ولیو آف y است، این نان ولیو آف y است شد. باز کامان نان ولیو آف x است، مگر این ثابت است. اینجا ما F4 را میزنیم، برکت بند کو. صحیح شد؟ همینجا یه هم محاسبه شد. با جون همچنان این قسم ما محاسبه میکنیم فورکاست است، قوس فورکاست قوس شروع، باز یه ولیو x است، F4 بزنین، باز کاما. صحیح شد؟ باز این نان ولیوز است. صحیح شد؟ باز کاما، باز این نان x است. صحیح شد؟ دیگه هم شما F4 بزنین که ولیو ثابت است. اول کلیک کنین، رنج بگیرید، باز F4 بزنین. صحیح شد؟ ببین میتونید که دو تا drag and drop کنین. صحیح؟ the same way expenses هم ما فورکاستش معلوم میکنیم. فورکاست نوشته کنین،